سلام، من رامتلیکسم. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. خوش اومدید به چنلتون رامتلیکس، چنل خودتون. عشقا خفنا زیبایا دوست داشتنیا جیباتون پر پول ایشالله. خب دوستان، اینی که میبینید پنکه است که امروز خدمتتون آوردم. این پنکه 300 تومن قیمتش و من خریدم. حالا نمیدونم ولی تو همین مایاس قیمتی که من گرفتم و برند هندهل و فکر کنم من چینی باشه، نمیدونم، نه فکر نکنم چینی باشه چون چینی که ننوشته. و این شارژیه و سوکت داره و میتونیم موقعی که تو ایران ما زندگی میکنیم برقای گرامی اون رو روزی 2 ساعت 4 ساعت میبرن. حالا شایدم بیشتر دیگه نمیدونم. شماهایی که من خودم حالا اینجا زندگی میکنم این ساعت میبرن، شما رو نمیدونم عزیزای گرامی دوستان زیبا. خب این آره دیگه، بریم که با هم باز کنیم. وحشی. این چیه بچه؟ این چیه؟ اینو میذاریمش اینجا. What؟ این چیه؟ اینم یکی دیگه شفته دوستان. این با این سته، چه جالب. باز افتاد. ای بابا. این بچه ها اینم این دوتا هم با هم ستن. این دوتا شاخی ها بچه ها. بچه ها اینجا یه دونه چقدر کابل سیم بزرگی داره. ماشاءالله ماشاءالله. تخته نداریم. اینجا داریم. بزنم به تخته. چقدر آشغال بلونور. و اینم خودشه. بچه ها اینجا 2 تا سوراخ داره. فکر کنم باید این تازه گرفتم دوستان. این 2 تا سریای اینا هم 2 نوع داره. میتونین از اینا فکر کنم گوشه، از این گوشا بذارین. اینا هم از این شاخا بذارین برش. من این شاخا رو بیشتر دوست دارم. من این شاخا رو میذارم. حالا امیدوارم که بتونم وصلش کنم. یو اینجا هم راستی بهتون بگم دکمه‌شه روی خود جعبهش نوشته که 3 بار، یعنی 3 درجه داره، کم و متوسط زیاد. فعلا من اینا رو اگه بتونم وای جا زدم. چه خوشگله خیلی باله. چه بول شد. بچه دعا میکنم 300 تومن تو پاچم نرفته باشه. دعا میکنم که آره دیگه تو پاچم نرفته باشه. خلاصه این 300,000 تومن نوام هم که خیلی خرابه. به بزرگیتون ببخشید. امیدوارم که تو نرفته باشه. 300,000 تومن که خب اینقدر قیمتی نیست، ولی خب چون از سایت معتبر سفارش ندادم. خلاصه 3 درجه هم داره. فکر کنم شارژ داره، نمیدونم. بریم برای تستش. چرا روشن؟ خب بچه یه بار دیگه. بچه ها داره باد میزنه. پرچم شادانه بگو پیروز و مرد. خب ولشون.
بچه ها اینجا صداش خیلی رو مخه، یه خورده گوش بدید صداشو میشنوید. خب این درجه کمشه بچه، گوشم روی درجه متوسطش خونک میکنه ولی ناموسن آجی. گوش بدین صداش کم رو مخه. 2 ساعت 4 ساعت که برنامه میره دیگه، حالا اوکیه دیگه تقریبا. 100% شارژی هم که میشه، فکر کنم روی کارتونش هم نوشته بود 2 ساعت 2 2 ساعت. و بریم برای درجه آخرش. یه بار دیگه خاموش. درجه اول، درجه دوم، درجه سوم. احساس میکنم 150 تومنش رفته تو پاکم. 150 تومنش احساس میکنم رفته آجی. بادی بدکی نمیزنه، اصلا میزنه اینقدی نمیزنه. بهتون پیشنهاد میکنم ولی شما رو پیشنهاد نمیکنم. خلاصه که این از این فالوورای عزیز. بچه ها من ویدیو اولمه که رسما دارم خودم بهتون نشون میدم توی چنل رامتلیکس عزیز. بچه ها ناموسن 16 مشترک واقعا برای همچین آدمی که اینقدر شما اشغال دوست دارم. من 10 نفر شدم، 1 ساعت تپش قلب داشتم، خوشحال شده بودم. یعنی بچه ها خدا شاهده دارم میگم، بیشتر کنین فالوورا، لایک کنین، ساب کنین، کامنت بذارید من بیام بالا. منم اینجا که دوستمند، اینجا که زندگی میکنم و ناموسن اجی لایک کنید، حاجی ناموسن لایک کنید، حاجی ناموسن لایک کنید، ساب کنید. اینم از این. خدافظ تا یه ویدیوی دیگه بعدی فعلا خداحافظ.